هر نیم تگ داخل ماینکرافت چه کاری انجام میده؟ نیم تگ چیزیه که میتونید به حیوان یا هر ماب دیگه‌ای که دلتون میخواد بدید و یه اسمی برای خودش بگیره. حالا برای گذاشتن اسم روی نیم تگ کافیه که یه دونه انویل داشته باشید و خود نیم تگ. حالا نیم تگ رو داخل انویل بذارید، بعد این چی بود؟ بعد اسمی که میخواید رو بذارید. حالا اولین اسمی که میخوام بهتون بگم جب آندرلاینه که اگه این نیم تگ رو روی گوسفند بزنید گوسفندتون گی میشه. نیم تگ بعدی نیم تگ گرام یا دینر بون هستش که البته به کوچیک و بزرگ نوشتن اینا هم خیلی دقت کنید. مثلا این دیش باید بزرگ باشه، قبلی هم جیش باید بزرگ باشه. حالا اگه این نیم تگ رو روی هر مابی که میخواید بزنید اون برعکس میشه. ایول. و حالا اگه نیم تگ جانی رو بزنید با دوتا این و روی یه دونه ویندیکیتور بزنید اینو یهو رم میکنه و همه رو میزنه. نمیدونم چرا باید این کارو کنید، ولی اگه نیم تگ توست رو روی یه دونه خرگوش بذارید خرگوشتون حرومزاد خلاصه خرگوشتون سیاه‌سفید میشه.